اسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته برای اینکه بهترین حلوای عربی رو داشته باشین کاری که میگم رو انجام بده. توی آب نشاسته ذرت، پودر هل و زعفرون دم کرده غلیظ بریز. مثل من مدام همش بزن تا وقتی که غلیظ بشه. وقتی که این شکلی شد شکر رو بهش اضافه کن، بعدم گلاب و کله رو اضافه کن. مقدار تمام مواد رو هم توی کپشن براتون نوشتم. هم بزنید. یه مقدار که غلیظتر شد مغزتون رو بهش اضافه میکنید که مغزا دل بخوای هستش که چیا باشه. من خلال بادام و پسته و خود بادام رو زدم که این شکلی میشه. میتونید اصلا مغزم نزنید، حسابی باید هم بزنید که کشدار بشه و بعدم این شکلی گهواره ایش کنید. برش میزنید توی اسلایس هایی که خودتون دوست دارید. بچه این حلوا خیلی موندگاری داره، پس حتما درستش کنید و کنار عزیزانتون